من سودابه هستم. دختری که در یک روستای جنوب شرق کشور زندگی میکنه و در حال حاضر 28 سالمه. از نظر ظاهری دختری ظریف و لاغرندام هستم. به شدت رویا پردازم. خواستگارای زیادی دارم و برای انتخاب خیلی تحت فشارم. من در خانواده سنتی به دنیا اومدم و با فامیل خیلی زیاد در ارتباطیم و همدیگر رو میبینیم. داستان من از اونجایی شروع میشه که یه روز رفتیم خونه عموم. عمو 3 پسر داره به اسمای مهران و محمد و مسعود. مهران 27 ساله است، محمد 22 سالشه و مسعود 17 سال. وقتی رفته بودیم اونجا عمو و زن عمو با مهران خونه بودن، اما محمد و مسعود خونه نبودن. مهران یه شلوارک پوشیده بود و وقتی ما رو دید سریع رفت لباسش رو عوض کرد. من به مهران حس داشتم چون خیلی خوشتیپ و خوش هیکل بود. یکم که اونجا نشسته بودیم محمد هم اومد. سلام و احوال پرسی کرد و رفت تو اتاقش. وقتی به خونه برگشتیم مدام تو فکر مهران بودم. رفتم تو اینستاگرام و یه اکانت فیک ساختم و عکس یه دختر که صورتش معلوم نباشه رو گذاشتم روی پروفایلم و بعد رفتم چند نفر رو فالو کردم و رفتم تو پیج مهران و اونو هم فالو کردم. روز بعدش صفحه‌شو برام باز کرد و منم میرفتم پستاشو میدیدم و لایک میکردم. چند باری هم استوری‌هاش رو جواب دادم و لایک کردم. تا اینکه یه روز مهران اومد تو پیویم و پرسید شما کی هستین؟ من شما رو میشناسم؟ من در جواب گفتم نه من رو نمیشناسین. من شما رو توی عروسی یکی از فامیلامون دیدم و راستشو بخواین ازتون خوشم اومده. اما فعلا نمیتونم عکسی از خودم بدم و خودم رو معرفی کنم. مهران که خیلی کنجکاو شده بود ببینه من کی هستم اصرار میکرد یه عکس واقعی از خودم نشونش بدم و از این طرف من بهش جواب رد میدادم. از اون روز به بعد رابطمون در اینستا ادامه دار شد و هر شب به دایرکت هم میرفتیم. کم کم برام کلیپ های مثبت 18 میفرستاد و منم با فرستادن کلیپ های مشابه به نوعی چراغ سبز بهش نشون میدادم. تو همین حین که با هم تو دایرکت حرف میزدیم بعد از چند روز مجددا مهران از من خواست شماره تلفن و آدرسم رو بدم و من باز هم جواب رد به اون دادم. تا اینکه تو همون دایرکت شروع کردیم به دادن چت‌های مثبت 18 به هم دیگه. اینقدر به این کارمون ادامه دادیم که من کم کم به سرم میزد که خودم رو بهش معرفی کنم و بگم واقعا کی هستم. یه شب مهران گفت من باید بدونم دارم با کی حرف میزنم، اگه نگی بلاکت میکنم. من بهش گفتم من میترسم خودم رو معرفی کنم. مهران گفت ترس برای چی؟ گفتم بی خیال شو، نمیتونم بگم. حتما یه دلیلی برای خودم دارم. مهران بازم التماس میکرد اسمم رو بهش بگم. من همون لحظه گفتم من یکی از آشناهاتونم. مهران جوابی به من نداد و فکر میکرد من پسرم و دارم سر کارش میذارم. بعد از چند دقیقه گفت باز دارم میگم اگه خودت رو معرفی نکنی بلاکت میکنم. اون منو مدام تهدید میکرد که بلاک میکنه و من که به خاطر نسبت فامیلیمون از آبروم میترسیدم بعد از کلی اصرار از سمت مهران و کلنجار رفتن با خودم دل رو به دریا زدم و گفتم من سودابه هستم دختر عموت. مهران که از تعجب شاخ در آورده بود گفت داری با من شوخی میکنی؟ تویی سودابه؟ منم با واتساپم از چتمون براش اسکرین شات فرستادم. بعد از چند لحظه با من تماس تصویری گرفت تا مطمئن بشه که خودم هستم و تا منو دید خیلی سریع قطع کرد. بعد از این تماس من هرچی پیام میدادم جواب نداد. از کاری که کردم به شدت پشیمون بودم و 1000 بار به خودم لعنت میفرستادم که چرا خودم رو معرفی کردم. صبح که از خواب بلند شدم دیدم روی واتساپم چند تا پیام از طرف مهران اومده و میگفت که باورم نمیشه این پیاما رو تو بهم داده باشی. من در جواب گفتم من به تو حس دارم و روم نمیشد این رو صادقانه بهت بگم. مهران گفت واقعا به من حس داری؟ اگه دوست داری یه قرار بذاریم همدیگر رو ببینیم ولی مراقب باش کسی نفهمه چون پای آبروی جفتمون وسطه. من خیلی خوشحال شده بودم و هیجان داشتم. مهران گفت هفته دیگه خانواده‌ام میرن مسافرت و من یه بهانه جور میکنم و باهاشون نمیرم.
خلاصه بالاخره روز موعود فرا رسید و من حسابی به خودم رسیدم و یه آرایش غلیظ کردم. به بهانه رفتن به خونه دوستم بیتا از خونه رفتم بیرون. همون لحظه با مهران تماس گرفتم و گفتم بیاد دنبالم. خیلی استرس داشتم و میترسیدم آشنایی ما رو ببینه و شر بشه. مهران رسید و با دیدن من کلی از زیباییم تعریف کرد. سوار ماشین شدیم و رفتیم سمت خونشون. خلاصه اون روز مرتکب گناه بزرگی شدیم و من خودم رو مقصر میدونستم. همون موقع که در حال رابطه بودیم گوشیم زنگ خورد. بابام پشت خط بود. خیلی استرس گرفتم. مهران گفت سری لباساتو بپوش ببرمت نزدیک خونه دوستت پیادت کنم. من گفتم نمیشه. حتما تا الان به بیتا هم زنگ زدن. بابام همینجور پشت سر هم داشت زنگ میزد و من جواب نمیدادم. من سری لباسامو پوشیدم و به مهران گفتم لطفاً منو ببر یه جا پیاده کن. مهران هم لباساشو پوشید. سویچ ماشین رو برداشت و رفت در رو باز کنه که یهو به من گفت ساکت باش و برگرد تو خونه. یه جا قایم شو. همون لحظه‌ای که میخواست در رو باز کنه بابام اومده بود در خونشون. من سری رفتم و توی یکی از کمداشون قایم شدم. مهران در رو باز کرد. صدای بابامو شنیدم که به مهران میگفت سودابه از صبح زده بیرون و گفت میره خونه دوستش، اما اونجا نبود. همین که پدرم داشت با مهران حرف میزد بیتا به هم زنگ زد و صدای گوشیم بلند شد. تا خواستم گوشی رو قطع و سایلنت کنم دیگه دیر شده بود. صدای بابام رو شنیدم که به مهران میگفت صدای موبایل سودابه رو شنیدم. مهران استرس گرفته بود و داشت به بابام میگفت بهتون توضیح میدم. بابام وارد خونه شد و با صدای بسیار بلند فریاد زد دختر بیا بیرون. من که دیگه کار از کار گذشته بود از کمد زدم بیرون و دیدم بابام مهران رو چسبونده به دیوار و سر و صورتش رو خونی کرده. به بابام التماس کردم کاری به مهران نداشته باش. بابام که خون جلوی چشماشو گرفته بود به مهران گفت به محض اینکه خانوادت اومدن باید بیای عقدش کنی وگرنه میام سرت رو میبرم. خلاصه اون روز پدرم با اخم و تشر منو برد خونه. پدر و مادرم که انتظار همچین بی آبرویی رو از طرف من نداشتن کمتر با من حرف می زدن و حسابی ناراحت بودن. وقتی عمو و زنمو از سفر برگشتن مهران وادارشون کرد به خواستگاری من بیان. ولی به من یواشکی گفت این ازدواج اجباریه و بعد از اتفاقی که افتاد دیگه هیچ احساسی نسبت به من نداره و در اولین فرصت ازم جدا میشه. از کاری که کرده بودم به شدت شرمنده بودم. اما باید برای بدتر نشدن اوضاع کاری میکردم. تنها کاری که تونستم بکنم این که به خواستگاری مهران جواب رد بدم تا اونم مجبور به ازدواج اجباری نشه. این دفعه نوبت درگیری پدر و مادرم با من بود. اما با تمام سختی هایی که کشیدم اوضاع خونه رو تحمل کردم تا وارد خونه‌ای نشم که مرد اون خونه از اول از من متنفره و فکر میکنه که من زندگیش رو ازش گرفتم. پدر و مادرم کم کم با اوضاع کنار اومدن و آروم شدن. اما من هنوز تمایلی به ازدواج ندارم چون فکر میکنم که هنوز مهران رو دوست دارم.